ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 11 ماه سال 2023 خبر داد که از جانب کارمندان ملیته پایتخت در اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده راننده ماشین تمغه مرسدس رقم‌های قید دولتیش 0020 WL01 شهروند رسولوف کمالدین عبدوجبارویچ سال تولدش 1978 ساکن شهر دوشنبه کوچه یکتود دستگیر و به مقامات میلیسیا دسترس کرده شد. روز دوم مای کانال پرویز تیوی ثبت را از ویدیو کامراهای نظارتی نشر کرد که در آن دیده میشد که یک جوان معیوب که در راه به ماشین‌های راهگذر ژواچکا می‌فروخت کسی از درون یک ماشین گرانبهای تمغه مرسدس در را با شست کشید و این معیوب را زد. جوان معیوب از قهر با دستش به تنه ماشین مرسدس یک بار زد. از داخل ماشین جوان را دشنو می‌دیدند و او با پایهای لنگانش از پس ماشین دوید. ماشین من کرد و از داخل ماشین یک نفر فرآمده جوان معیوب را زیر مشت گرفت. مؤلف نوار به پرویز تیوی نوشت که این معیوب مثل دیگران طلبندگی نمی کند بلکه با مهنت حلال می خواهد زندگیش را پیش برد. او با نکوهش از رفتار راننده و مسافر مرسدس می نویسد این کار مگر از روی مردی است. شاید معیوب هم یگان گناه داشته باشد ولی نباید با مشت میزد. بیایید حداقل به معیوبان زیان نرسانیم، فایده ممکن نمی رسد. التماس شخصان بای و بدولت همه آدمان را نو و بسته از که بودنشان حرمت کنید. همه ما آدم هستیم. اما ملیس دوشنبه در ابتدایش واژه لتوکوب را در داخل ناخونه گرفته نوشته است که پسر نابالغ راننده مرسدس گویا آن معیوب را از ماشین فرآمده از نزد واسطه نقلیات دور ساخته است. در ابتدای ملیس دوشنبه چنین گفته می شود ضمن سنجش معین گردید که حادثه مذکور صحنه دوم ماه سال جاری تقریبا ساعت 17:30 در کوچه یکتوت رخ داده است. چنان از نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده و پرسش شاهدان حادثه آشکار گردید ضمن اداره واسطه نقلیات در کوچه مذکور پسر نابالغ رسولوف کمالدین در ماشین را کشیده است که در نتیجه به جوان ظاهرا معیوب که در راه ماشینگرد به فروش شیرینی مشغول بود برخورده است. همزمان پس از ایراد گرفتن جبر دیده پسر نابالغ شهروند رسولوف کمالدین از ماشین فرآمده او را از نزد واسطه نقلیات دور ساخته است. میلیسیا گفت وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان میلیسیا مواد ضروری ترتیب داده شده با مقصد اندیشیدن چاره‌های دخلدار قانونی به دادگاه ارسال کرده شد. اما برخی نوشتند که میترسند با چنین تغییر تصویر حادثه فردا دادگاه همان جوان معیوب را گناهکار نبرورد که خودش را به در مرسدس زده به صاحب این ماشین گرانبها ضرر جدی مولوی رسانیده است.